دختری که دلش میخواد ستاره فیلم‌های مثبت 18 بشه و برای این کار از خیلی چیزا میگذره و موفق میشه که به یه سوپر استار تبدیل بشه. فیلم درباره دختری که به امید ستاره فیلم‌های اونجوری شدن از سوئد به آمریکا مهاجرت میکنه. تو مصاحبه متوجه میشیم که دختر شیطون بلا متولد 1999. اون بعد از مصاحبه و قبول شدن آماده اولین فیلم برداری میشه. اون بعد از گذشت چند دقیقه توی دوراهی قرار میگیره که بده یا نده. اما با حرفای کارگردان که حرفایی از قبیل این که همه اول این حس داشتن قانع میشه و قوی تر از قبل به میدون میره و اون پروژه رو به بهترین شکل انجام میده. اون بعد از اتمام پروژه با فیلم بردار آشنا میشه و فیلم بردار اونو به خونه میرسه. بلا با دو تا از دوستاش تو خونه مجردی کنار هم دیگه زندگی میکنه. فیلم بردار بلا و دوستش رو به یه شرکت سازنده این فیلم رو معرفی میکنه و اونا تو مصاحبه قبول میشن و از اونا به عنوان مدل عکس گرفته میشه. اونا شدیداً تحت تاثیر این فضا قرار گرفتن و فعالیت‌هاشون رو توی فضای مجازی بیشتر کردن. اونا با یه دور همی ستاره‌های این صنعت دعوت میشن و بلا با شاخه‌های این صنعت بیشتر آشنا میشه و از نزدیک میبینتشون. فیلم بردار اونو به یه ستاره معرفی میکنه و میگه باید با هم کار کنید. بلا هم از خدا خواسته خودی نشون میده. توجه بلا به چند نفر جلب میشه ولی وقتی که میره سمتشون یکی از بادیگاردا میگه که اونا مهمونای VIP هستن و نمیتونی بری اونجا. مهمونی با دعوای دوست بلا یعنی جو تموم میشه و بعد از گذشت چند روز بلا با کله گنده ترین شرکت قراردادی که فیلم خشن و با یه ستاره میبنده و اون پروژه با درخشش بلا تموم میشه. حالا دیگه بلا دلش میخواد هر چی زودتر معروف بشه و دست به قراردادهای سمی میزنه و این بار قرارداد فیلم 2-1 میبنده. ولی وقتی که وسط پروژه زیادی تحقیر و احساساتی میشه تصمیم میگیره با همون حال بعدش صحنه رو ترک کنه. اما کارگردان با صحبت‌های تاثیرگذارش بلا رو مجبور به ادامه فیلم برداری میکنه. بعد از فیلم برداری بلا پیش کارگردان شرکت میره و با حال بعدش سرش داد میزنه. اما کارگردان میگه تو خودت قرارداد امضا کردی و مقصرم خودتی. بلا بعد گذشت یه مدت که با خودش کلنجار میره تصمیم میگیره بازم تو فیلم‌های بد بازی کنه. اما این بار رابطه 2-1 با 2 تا کاکاسیا خشن که اون فیلم هم با درخشش بلا به اتمام میرسه. بلا با کلی تلاش بالاخره خودش رو به اون VIP ها میرسونه و با مدیر عامل یکی از شرکت‌های بزرگ در حال صحبته که 2 تا دختر میان کنارش و از بلا میخوان که از خودش بگه. بلا میگه میخوام مثل خودت تک ستاره بشم. مدیر عامل اون شرکت قبول میکنه و اونو تو چند تا پروژه موفق قرار میده. در ادامه بلا و جو توی پروژه 2-2 برای اون شرکت قرار بازی کنن که تو لحظات آخر یکی از پسرها عوض میشه و از قضا همونیه که جو باش درگیر شده بود. جو نمیدونه که چجوری خودش رو توی فیلم کنترل کنه. فیلم برداری شروع میشه و پسر از همون ابتدا سعی میکنه که بیشتر جو رو خورد کنه. ابتدا بهش میگه کفشمو لیس بزن و یه جوری که کسی متوجه نشه اونو اذیت میکنه که جو به حرف میاد و حقیقت رو به همه میگه و به بلا میگه که تو بگو چی دیدی. اما بلا طرفشو نمیگیره و جو با گریه اونجا رو ترک میکنه و بلا هم تنهایی با اون پسر پروژه رو به اتمام میرسونه. اون وقتی به خونه میرسه میبینه که جو لباسای بلا رو سر خیابون ریخت. بلا که الان کلی معروف شده همیشه توی سالن VIP حضور در سکانس پایانی فیلم این بار توی این پروژه بلا با یه زن ایفای نقش میکنه و این پروژهش هم با موفقیت به اتمام میرسونه. یکی از شبها وقتی که بلا به یه مهمونی دعوت شده و توی سالن VIP نشسته چشمش به دوستش جو میفته و وقتی که تو راهی برگشته به راننده میگه که باید پیاده بشن و اینجا سکانس آخر فیلمه.